خب سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین سالم و درجه یک باشیم. با یه قسمت دیگه ای از مجموعه پادکست های دبی اینوست در خدمت شما هستیم. منو که میشناسید، من آریان سراجم، مشاور املاک از شهر دبی. ولی امروز یک شخصیت خیلی جذابی براتون آوردم، کسی که خودش این کار است و میدونه چجوری باید اقامت گرفت توی دبی یا از این چیزا دیگه. نگم براتون، کسی که تمام سوراخ سنبه‌های این موضوع رو بلده. سلام علیکم شوبر جان، حالا چطوره؟ سلام ارادت، شوبر هستم. تقریبا 3-4 سالی هست اینجا دارم تو این حوزه اقامت دارم کار میکنم. خوشحال میشم که کمک کرده باشم. به درجه یک. ببین شوبر، حالا امروز خب مجموع پادکست های دبی اینوست در رابطه با بیشتر خرید ملک و اقامت های ملکیه. ولی از اون جهت که خب تو حوزه هم اقامت داری فعالیت میکنی، هم از یک سمت دیگه اقامت های ملکی و زیاد کار کردی، و از یک سمت دیگه میخوام راجع به اصلا افرادی که میخوان بیان دبی و دبی رو انتخاب بکنن برای زندگی، حالا یا برای مهاجرت یا اینجا رو به عنوان سکوی پرتابی برای حالا یک کشور دیگه انتخاب بکنن، میخوام راجع به اینا گپ و گفت بزنیم. چون من معتقدم به این که کسی که میخواد یه حجم زیادی پول یا هزینه بکنه، با 4 تا دونه پادکست مثلا 40 دقیقه‌ای شاید بتونه 10% 20% مسیرش رو روشن بکنه، چون ما تجربه داریم. خب آقا استارتو بزنیم. حالا چطوره؟ قربون شما، مرسی. چطوره؟ خوبه مرسی. ما دوباره شوبر رو به حرف گرفتیم، یهویی گفتیم پاشو بیا بریم صحبت بکنیم، خیلی یهویی شدش. خب ارادت. قربونت برم. من شوبر اصلا نظرت راجع به دبی چیه؟ به نظرت ایرانی‌ها انتخاب بکنن اینجا رو برای زندگی یا نه؟ بله چرا که نه. خب یکی خصوصیت دبی نزدیک بودن به ایرانه. خب اونایی که خیلی نمیخوان دور باشن از کشور، بهترین گزینه دبی، همین که آسان‌ترین اقامت رو در جهان داره عملاً دیگه. با شما با یه ثبت شرکت خیلی راحت میتونید ظرف مدت 1 هفته 10 روز اقامت این کشور رو بگیری و نزدیک ایران هم هستی. نیم ساعت هم فاصله داره با ایران، تمومه. بلیط بگیری رفتی برگشتی. آره واقعا. حالا نکته‌ای که وجود داره، یکی از چیزایی که بیشتر برای حالا مخاطبا یا مشتریایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن برای دبی اینوست، اینه که ما 2 مدل اقامت ملکی داریم. یکی اقامت 10 ساله داریم که گلدنه، یکی اقامت 2 ساله داریم. واقعیتش این تفاوت این دوتا غیر از اون 10 سال و 2 سال بودنه دیگه چه تفاوت‌های دیگه‌ای میتونه داشته باشه برای مخاطبا؟ ببینید تفاوتش اینه که خب اقامت 2 ساله هزینه‌اش بالاست نسبت به اون 2 سال بودنش. اقامت 10 ساله رو شما با یه عدد شما میتونید بگیرید، 10 سال هیچ هزینه‌ای ندارید، ولی 2 ساله هزینه‌اش از اقامت گلدن 10 ساله گرانتره. هر 2 سال هم باید همین عدد تقریبا حدوداً پرداخت بشه. پس بهتره کسانی که پتانسیلش رو دارن و میتونن ملکی بگیرن که بشه که گلدن رو براش گرفت. حتی اگر قیمتش 1.600 یا 1.700 باشه، با کارشناسی میشه به 2 میلیون رسوندش. پس میشه با کارشناسی بردش بالای 2 میلیون درهم. دقیقاً. خب حالا یه نکته، مثلا یه نفر اینجا یه خونه‌ای داره، خب اینو بذار اول جنبندیش بگم. یعنی الان غیر از این اقامت 2 ساله و 10 ساله تفاوتی که داره فقط توی اون تایم برمیشه گفت خود اقامت و حالا تمدیدشه، یعنی هیچ یه تایم دیگه هم داره که گلدن ویزا رو ما ظرف 72 ساعت تقریبا میگیریم. ولی 2 ساله حداقل 1 ماه طول میکشه، حداقل 1 ماه. و توی این 1 ماه به هیچ عنوان کسی که میخواد اقدام بکنه نباید از کشور خارج بشه. پس اگر میخواید این کارو بکنید، حتما بدونید که میتونید 1 ماه تا 45 روز داخل امارات بمونید بدون ترک کشور. از کشور که خارج بشید کل پروسه سوخت میشه. پس الان نکته اینجوریه که کسی که اینجا اقامتش میخواد 2 ساله باشه و زیر 2 میلیون با اقامتشو بگیره، خرید ملک داشته باشه، باید حتما 1 ماه تا 45 روز داخل امارات باشه توی پروسه. این پروسه ممکنه که ظرف 10 روز هم انجام بشه، ولی به هیچ عنوان نمیشه روش حساب کرد. روی گلدن 3 روزه تضمینی هست، ولی 2 ساله اصلا نمیشه تضمین کرد. خیلی جذاب بود. اینو من خودم هم خیلی کم میدونستم راجبش. ولی نکته‌ای که وجود داره، چیزی که حالا من می‌خواستم براش بیشتر مد نظرم بود، اینه که تو میگی مثلا با کارشناسی میشه یه ملک 1.6 رو به 2 میلیون رسونی. چجوریه؟ یعنی همون داستان ریزکاریایی که ما ایرانی‌ها بلدیم؟ دقیقاً. یک موردی هم هست که عملاً کارشناس میاد قیمته، چون ملک آف پلنه و شما دارید پایین‌تر از نرخ اصلی می‌خرید، عملاً دارین قیمتی که بعد از 2 یا 3 سال ارزش ملک به اون عدد خواهد رسید رو ما داریم توی سند میزنیم. این باعث میشه که شما بتونید گلدنتون رو بگیرید. من اصلا راجع به این موردی که گفتی فکر کردم ملک آماده رو داری میگی. نه ملک در مورد آف پلنه. اصلا آف پلن هم میشه ارزش ملک رو بالاتر زد. بله چون شما ملکی میگید 1.600 1.700 بعد از 2 یا 3 سال سالیانه تقریبا 8% ارزش ملک اضافه میشه.
این عدد بعد از 2 یا 3 سال قطعا به بالای 2 میلیون خواهد رسید. وای این چقدر جالب بود، جذاب بود واقعا. اینم یکی از نکات، دومین نکته‌ای که واقعا دوباره امروز یاد ما دادید. دم شما گرم. فوق‌العاده بود واقعا. آقا یه چیز صادقانه، حالا اینی که اولش ازت سوال پرسیدم، خیلیات به جهت اینکه خب میان اینجا ثبت شرکت میکنن برای اینکه پاشن حالا مهاجرت بکنن به دبی، ولی از روند زندگی توی دبی واقعا با خبر نیستن. یعنی خیلی‌ها هستن میان اینجا اصلا شکست میخورن، خیلی‌ها موفق میشن. اون شاکله‌ای که وجود داره برای موفقیت توی دبی به نظرت چیه؟ ببینید شما زرق و برق دبی نباید شما رو بگیره. در بهترین حالت ممکن اگر بخواید دوام بیارید داخل دبی، تا زمانی که به درآمد درهمی نرسید باید بسیار توی پروسه‌های زندگیتون صرفه‌جویی بکنید. فکر نکنید که اومدین دبی اینجا تفریحات زیاده، آدم واقعا وسوسه میشه که انواع اقسام تفریحاتو بره، ولی خب این کار اشتباهی. شما باید با ریال و تومان دارید وارد میشید، هزینه‌ها سرسام‌آوره، پس به هیچ عنوان نباید اون حداقل 6 ماه تا 1 سال اول رو یه جورایی ولخرجی بکنید. بعد آهسته آهسته برید بدونید کجا خرید بکنید. برای بحث خوراکی اگر بدونید از کجا میخواین خرید بکنید، حتی قیمتش از ایران هم ارزان تره، یه سری موارد رو باید دقت بکنن. دوستان میتونن حالا از پیجایی که هست مشاوره بگیرن. برای اینکه در مورد بحث تحصیلات الان یه مشکلی هست که خیلی از دوستان میان بلافاصله میان مدارس گران قیمت میذارن، با کیفیت بهتر میتونن مدارس خیلی خوب انتخاب بکنن. حتی کیفیت بهتر از مثل مدارس جیمز هست که بسیار گرونه، مدارسی هست که با 15000 درهم در سال بچه‌ها میتونن ثبت نام بکنن، مدارس تقریبا شبیه دولتیه. خورد و خوراک هست، تفریحات هست، اینا دیگه باید بدونن. به مسیگی میرسن اگر بتونن یه کنترل داشته باشن 5 ماه 6 ماه یا 1 سال دست نگه دارن، بعد از تفریح ان شاءالله درآمد داشته باشن، بعد میتونن راحت هر چقدر خواستن تفریح بکنن، هیچ مشکلی نداره. بیشترین برگشتی که ما از دبی داشتیم همین قضیه بود. دوستانی بودن که اومدن ظرف 2 ماه 3 ماه هزینه سرسام و پول تفریحات و اینا رو دادن و واقعا به نتیجه نرسیدن، مجبور شدن برگردن، نتونستن کاری بکنن. اون درآمد نباشه. حالا این چیزی که گفتی خیلی جالب بود، راست میگی. من روز اولی که اومده بودم دبی، خب میگفتم دبی دیگه، یعنی میرفتم خرید میکردم، هر بار که میرفتم توی سوپرمارکت یه پلاستیک کوچیکم دستم بود، 250 درهم 300 درهم هزینه‌ام میشد، تا حتی 500 درهم. آقا ما دوست دخترمون اینجا زندگی میکرد یه 2 سال، بعد به ما گفتش که چرا میری از اینجا خرید میکنی. یه دقیقه این برای خود من پیش اومد، گفتم که خب مگه همین قیمتش نیستش؟ گفت نه فلان، مثلا چه میدونم ویوا مارکت و کارفور و فلان و فلان و فلان هم تخفیف داره از یه طرف، هم یه طرف قیمتاش خیلی پایین ترین حالت ممکنه. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی این کنترل. آقا ما رو دوست نداشتن، ما همین الان جامون رو عوض کردیم با شوبیر. داشتم میگفتم این خیلی تاثیرگذار میتونه باشه توی هم پسندازتون، هم توی هزینه‌هایی که واقعا میتونین انجام بدین. دقیقاً. ببین الان باید دقت بکنن دوستان، همون آبی که توی ویوا یا یه سری از فروشگاه‌ها 1 درهم میدن، هم آبو یه جاهای دیگه تو دبی میتونه 10 درهم، همون آبش فرق نمیکنه برن. لوکیشنش مهمه. اینو پس باید دقت بکنید که از هر جایی خرید نکنید، قبلش حتما تحقیق بکنید، چون اینجا شرایط میتونه حتی از ایران هم ارزان‌تر باشه. با توجه به اینکه قیمت بحث تومن و ریال دارن میارن دوستان، میتونن از ایران هم ارزان‌تر باشه مواد غذایی، ولی به شرطی که بدون از کجا خرید بکنن. خیلی نکته مهمه. دقیقاً. خب الان پس یکی از مقوله‌هایی که میتونه تاثیرگذار بشه توی موندگار شدن توی دبی اینه که آقا هزینه هاشون رو کنترل بکنن. این نکته اول. یه نکته دیگه، تو الان یه پسر چند ساله داری؟ دختر 11 ساله. ببخشید، یه دختر 11 ساله داری. خب الان داره مدرسه میره. بله. درسته؟ خیلی ها هستن که اتفاقا میخوان بیان اینجا رو انتخاب بکنن. دقیقاً همون جمله‌ای که گفتی که خب مدرسه گرون قیمت مثلا میبرن، یا مدرسه‌های به هر حال هر کسی یه دیدگاهی داره. توی این قصه الان تو خودت چقدر داری هزینه میکنی برای چیز؟ من تقریبا 16000 درهم در سال برای دخترم دارم میدم، حالا به اضافه هزینه سرویس مدرسه. چه مدرسه ایرانیه؟ مدرسه اماراتیه. تازه مدرسه اماراتی خیلی قیمت خوبی از 16000 درهم. ببین یکی از نکته‌های من بالای 50000 تا تو ذهنم بود. 100%. بستگی داره. مدارس جیمز هستن که متد انگلیسی دارن، بریتیش دارن که بسیار سختگیرن و پر از تکلیفه، یعنی بچه رو خسته میکنن. متد آمریکایی هر چیزی که بچه یاد میگیره تو مدرسه یاد میگیره، یعنی خونه کاری نداره. این نکته خیلی مهمه که بچه زده نمیشه از تحصیل. کسانی که تو ایران بچه‌هاشون توی تیزهوشان هستن، متد بریتیش براشون عالیه، چون دقیقاً عادت کردن به درس خوندن. ولی افرادی که نرمالن متد آمریکایی حتما انتخاب بکنن، چون خیلی نکته مهمه که بچه یه دفعه زده میشه. چون بحث مهاجرت از یه محیطی داره، محیطش عوض میکنه، همین که فشار درس واقعاً آزارشون میده. از طرفی یکی از بزرگترین نکته‌هایی که توی دبی به درد من خورد،
خوندن ریویو هایی که داخل گوگل برای مدارس گذاشتن. من از اونجا تونستم مدارس رو پیدا بکنم، چون شما اگر هر مدرسه رو انتخاب میکنید ریویو ها رو بخونید، دانش آموزان اونجا ریویو دادن که تو این مدرسه آیا نجات پرستی هست، سختگیری هست، توهین به همکلاسی هست. این موارد رو اگر بخونید برای آینده بچه‌تون خیلی خوبه. من اینا رو همه رو خوندم که این تنها مدرسه‌ای بود تو حالا برهه زمان که همه بچه‌ها حتی اگر معلمی به خاطر بارداری از مدرسه میرفت مرخصی میگیره، بچه‌ها گریه میکردن که فلان معلممون رفته. و این قضیه رو الان در حال حاضر برای دخترم دارم میبینم تو این 3 سالی که اونجا هست، واقعا عالیه. از همه مهمتر تو این مدرسه کلاس‌هایی براشون برگزار میکنن برای تخلیه روانی که 1 ساعت 2 ساعت کنار هم میشینن و از دغدغه‌هاشون بچه‌ها میگن، با هم دیگه میشینن گریه میکنن. یک کسی نگرانه که پدرش بمیره، مادرش فوت بکنه، نمیدونم بی پول بشن، یا قصه پدر مادرش عقب افتاده، میشینن با هم دیگه میگن، دغدغه‌هاشون رو گریه میکنن دور هم. این باعث میشه که بچه کاملا از نظر احساسی خالی میشه، یعنی چیزی تو دلش نمیمونه. خیلی نکته جذابی بود برام که من ندیده بودم، حداقل تو ایران ندیده بودم. خیلی جذاب بود و اتفاقا همین که داستان ریویو خوندم، ببین اصلا ما داریم همینجوری صحبت میکنیم، درختی داره باز میشه موضوع. ما اولش داشتیم صحبت کرد، اولش داشتیم بودیم راجع به چی صحبت می‌کردیم، آقا بریم جلو. ببین داری میگی ریویو خوندن، واقعیتش یه چیزیه که حالا توی امارات ریویو خوندن جزء واقعا یا ریویو گذاشتن جزء یکی از چیزاییه که میتونه اصلا بیزینس رو یا فلج بکنه یا نجاتش بده. یا اینکه مثلا من چند روز پیش از یه اپلیکیشنی اومدم آقا یه دونه کمد لباس بگیرم. خب بعد برای من خیلی جالب بودش، من خودم اومدم شروع کردم ریویو خوندن، دیدم که آقا یکشون گفته که مثلا دارم میگم این آقا این اسمبل نیستش، یعنی به هم دیگه وصل نیستش، من نمیتونم چیزو کنم. زنگ زدم به پشتیبانی، گفتن که آقا خودت باید اسمبل کنی یا یه نفر بیاری. بعد من گفتم بابا چرت و پرت، مگه میشه مثلا یه هم چیزی تو کمد لباس بخری به اون عظمت و به اون بزرگی؟ گفتم آقا 4 پایه که نیستش، کمد لباسه. آقا ما اینو سفارش دادیم، گفتیم آقا قیمتش هم مثلا مناسب و فلان و اینا، برای ما آوردن اینا. دقیقاً همون تجربه رو من دوباره تجربه کردم، در صورتی که میتونست با همون ریویو خوندنه این تجربه نباشه. یعنی من الان کف دستم دارم نگاه میکنم، 2 روزه دارم این کمد لباسو میپیچم. منم همین مشکل داشتم، منتها نه به این شکل. یعنی حتی من با اسمبل یه جاکفشوی کمد رو خریدم، ولی متاسفانه قوانین ساختمونمون میگفت که بعد از ساعت 5 اجازه ورود تعمیرکار نمیدن، به خاطر اینکه صدای حالا اون ابزارالاتشون باعث میشد که همسایه آزار ببینن. اومدن تحویل دادن، 4 تا تیر تخته به ما دادن، گفتن خدا نگهدار، ما دیگه نمیتونیم نصبش بکنیم. ما هم افتادیم به جون کمد و 2 روز درگیر بودیم تا تونستیم اسمبل کنیم. هنوز گرمزم دره درست شفت نمیشه چون تخصص من نبود. آره این موارد خیلی اینجا هست، یعنی اکثر موارد محصولاتی که شما میخرید کاملا در حد 4 تا تیر تخته است، میارن اسمبل میکنن. یعنی مثل ایران نیست که یه چیز آماده رو باربری بخواد براتون بیاره، نه به این شکل. دقیقاً. یعنی مثلا من این داستانو داشتم، میگه ریویو گذاشتن یا ریویو خوندن خیلی تاثیرگذاره، مخصوصا حالا تو آموزش بچه که اگر باشه که دیگه بابا یه نسل رو داره تربیت میکنه، آینده بچه‌ست. آره واقعا خیلی تاثیرگذاره. از یه سمت دیگه خب ما الان چند تا دونه مسئله رو بررسی کردیم. ماها خب خیلی از آدما بهمون زنگ میزنن که بخوان بیان توی امارات زندگی بکنن و ماها راه حل داریم بهشون میدیم آقا تو چه حوزه‌ای اصلا تو میتونی کار بکنی، تخصصت چیه، یا اصلا چقدر باید پول بیاری. شوید واقعا چقدر پول لازمه برای اینکه یک حالا خانواده اولا که یه مجرد بخواد بیاد یا اینکه یک خانواده بخواد پاشه بیاد اینجا؟ میدونی چی میگم؟ چون خیلی متفاوته. ببینید ما همیشه به مشتریامون میگیم حداقل خرج 3 تا 6 ماه اول باید با خودتون بیارید. 3 تا 6 ماه. 3 تا 6 ماه. چون از نظر روانی شما زمانی که این چیزی که تجربه شخصی خود منه، من خب ماهای اول با یه پلنی چیدم که میدونستم قرار بیام چیکار بکنم، ولی اونجوری که دلم میخواست پیش نرفت. یعنی برخلاف انتظار من اصلا همه چی ریخت به هم. برای همین من کوچکترین خرجی که میکردم این استرس رو داشتم که از پس‌اندازم داره کسر میشه و درآمدی ندارم. این حس روانی به شدت رو شما روی تصمیم‌های شما تاثیر میذاره. مثلا ممکنه که کار اشتباهی انجام بدید، ریسکت هم میاره پایین. دقیقاً. اصلا دیگه شما انگار که قفل میشی توی زندگی. برای همین شما وقتی که بدونی برای 3 تا 6 ماه آینده دغدغه حداقل نداری، حالا خدا صرفه‌جویی میکنه، دغدغه مالی نداری، انتخابای درست‌تری نمی‌خوای داشت. چون ممکنه که واقعا اون چیزی که شما فکر میکنید پیش نره. میاد جلو یه سری هزینه‌های هست که مثلا روز اول برای بحث اجاره ها
من اصلا نمیدونستم که من باید کلی دیپازیت باید بدم بابت یه سری موارد. من 10,000 درهم از پولم رفت بابت فقط اینکه دیپازیت دادم بابت آب و برق، بابت گاز، بابت این، بابت اون. 10,000 درهم فقط ضمانت گذاشتم. خب این عدد من روش حساب کرده بودم، هیچ کم به من نگفته بود، ما هرچی مشاوره گرفتیم. ولی من اینو خب به مشتری خودم دارم میگم، به هر کسی که میخواد بیاد دارم بهش میگم اینا رو باید در نظر بگیرن، به اضافه که حداقل بدون آقا مجرد باز راحت‌تر میتونه تحمل بکنه. ولی خانواده برای 3 تا 6 ماه رو داشته باشه، مخصوصا اونایی که بچه دارن، چون نمیتونی شما به خودت باشه میگی آقا من نمیپوشم نمیخورم میرم حالا سبکتر عمل میکنم یا یه استودیو میگیرم. ولی شما با خانواده نمیتونی خانواده رو آلاخون بالاخون بکنی. برای همین خیلی باید دقت بکنید. مینیمم 3 ماه، اگر بتونن 6 ماه باشن واقعا بهتره. توی این 3 تا 6 ماه هم میتونن راهکار پیدا بکنن با تخصصشون، ببینن که چیکار میتونن بکنن زودتر به درآمد خوبی برسن. دقیقاً میفهمم. حالا به نظر تو الان مثلا اگه بخوایم حدودی حساب بکنیم، مثلا حالا مجرد که به قول تو مثلا میتونه حتی یه هاستل هم بره یا الان خونه‌های اشتراکی میتونه مثلا اونجا خودش رو حالا چیز بکنه. یه خانواده وقتی میخواد بیاد اینجا چقدر باید برای اقامتش بذاره؟ حدودی، اصلا قرار نیست دقیق باشه. چقدر برای مسکنش باید بذاره حالا تا اون زمانی که قراره مثلا حالا به اون درآمد برسه؟ ببینید اگر خانواده رو بگیم که میتونن تحمل کنن برای سال اول استودیو بگیرن، یه خانواده 2 یا 3 نفره اگر بخواین کار بکنن، مینیمم در ماه بین 6 تا 7,000 درهم هزینه‌شونه. یعنی مینیمم ترین حالت. حالا شاید بعضیا سبک زندگیشون جوری باشه بتونن کمترش بکنن، ولی دیگه واقعا کمتر از این بعید میدونم بشه. مینیمم بین 6 7,000 تا 10,000 تا. اگر دارن میتونن این هزینه رو بذارن کنار، خب بهترین گزینه است براشون و میتونن بیان اینجا. چون دبی من همیشه به دوستانم میگم تو دبی محکوم به پیشرفت. آفرین. نمیتونی پیشرفت نکنی مگر که جوری زندگی بکنی که واقعا بعید میدونم. مثلا من توی دوستان خیلی بودن که یه نفر فقط بوده که برگشته ایران، من ندیدم. هر کی بوده یه جوری بالاخره پیشرفت کرده. شما اولین 1000 درهم تو در بیاری دیگه موندگاری. راست میگی. آفرین، خیلی جمله درستی گفتی، قشنگ بود واقعا. حالا یه نکته‌ای وجود داره، ببین این که داری میگی محکومی به موفقیت واقعا هم همینه، چون اصلا فضاییه که تو رو اصلا میگه مثل داستان تهرانه با مثلا سایر شهرستانا. تو نگاه میکنی با آدمای دیگه باید رشد تو انجام بدی، انگیزه میدی. آفرین. دقیقاً شما تو ایران زندگی میکردیم صبح تا شب از ساختمونمون میادیم پایین پارکینگ همون ماشیناست، 5 سال اونجا زندگی میکردیم هیچ کس پیشرفت نمیکرد. تو خانواده‌ام همه استاپن، یعنی شما اصلا انگیزه برای پیشرفت نداشتی. پیشرفت هم که می‌کردی بقیه یه جوری فشار می‌آوردنت که اصلا جرأت به پیشرفت نداشتی. آره. ولی اینجا برعکسه. اینجا صبح میای بیرون می‌بینی خانواده‌ات اصلا همسایه‌ات اصلا عوض شدن، ماشیناشون بهتره، بیرون تفریحات رو می‌بینی، انگیزه می‌گیری که بری حرکت بکنی، شما هم بجون برسی بهشون. خب این خودش کمک می‌کنه دیگه تا اینکه بخوای همش استاپ بکنی. هرچی که تو ایران ما باید 20 درصد حرکت می‌کردیم، تو دبی باید پر درصد حرکت بکنیم. این خیلی نکته مهمه. یه چیزی که خیلی جالب بود، من به دوستام میگم یا به مشتریام میگم دقیقاً همینه. دبی خودش اصلا از رو شواف اومده بالا، یعنی انقدر تبلیغات و فلان اینا بوده. تو هم اگر میخوای موفق باشی توی دبی باید این شوافه رو داشته باشی، برعکس به قول تو ایران که باید توی خفا کارتو انجام بدی کسی نبینه. این واقعیته و خیلی جذاب بود. حالا یه پیشنهادی هم دارم به دوستانی که میخوان بیان دبی، به محض که رسیدن بگردن دنبال کامیونیتی‌های ایرانی. تو هر جمع ایرانی هست خودشون حضور پیدا بکنن، تخصص هر چی دارن، هر چی بلدن رو عنوان بکنن. از دل همین صحبت‌ها میتونن بیزنس و کسب و کار خودشون رو راه بندازن. یعنی به هیچ عنوان نگن که از ایرانی فرار بکنن. اینجا برعکس، اینجا باید بگردید دنبال ایرانی. اگر زبان انگلیسی بلدن برن تو جوامع انگلیسی شروع بکنن خودشون رو پرزنت کردن. این نکته خیلی مهمیه. دنبال قرار نیست کسی بهشون پول بده. باید بجنبن. وقتی میان اینجا پول واقعا هست، راحت هم در میاد. ولی به شرطی که بدون چجوری بری داخلش. کسی قرار نیست بیاد اینجا دم در زرتون رو بزنه و استخدامتون بکنه. نه این خبر نیست. برای ایرانی هم که استخدام واقعا سخته، پس باید بجنبن دیگه. اگر قرار تخصصی دارن بسم الله شو بکنن خودشونو، برن پرزنت بکنن خودشونو، بتونن ازش درآمد کسب بکنن. آره واقعا این جذاب بود گفتنش، واقعا خیلی هم درست بودش. یعنی نکته‌ای که وجود داره، من روز اولی که اومدم یه دوستی داشتیم اینجا کار صرافی انجام میداد. اون به من گفتش که گفت ببین سال اول پر از چالشی. من تازه با پولم اومده بودم اینجا. گفت سال اول پر از چالشی، انواع اقسام چالش‌ها رو داری. گفت سال اول و سال دوم تو رد بکنی، گفت ببین این پیکر اینو ردش بکنی، سال سوم تازه میافتی توی سرازی. و واقعیت هم همین بود.
یعنی توی دبی دقیقاً همین مورد هستش. تو باید بدونی آقا سال اول دوم یه خود چالشایی داری. حالا خیلی ها هستن که بدون زبان انگلیسی، بدون اینکه بتونن ارتباط بگیرن میان که اون دیگه بدتره. تازه این واقعاً درسته، خیلی جالبم بودش. یه چیز دیگه که میخوام ازت بپرسم اینه که تو پیشنهاد میدی دخترای مجرد پاشن بیان دبی؟ خیلی سخته. خود من پیشنهاد نمیدم. الانم واقعا ریجکتی های دختر جوان زیر 30 سال واقعا زیاد شد. یعنی دوستانی که حالا بالای 30 سال هستن راحت‌تر میشه براشون اپرووال گرفت، ولی زیر 30 سالا دارن همینجوری ریجکت میشن. حالا یه سری دختر اومدن اینجا یه سری خرابکاری کردن که متاسفانه برای همه داره بد میشه. اگر تخصص خاصی دارن خب چرا که نه، میتونن بیان. دخترانی داریم که واقعا از ایران میان پرقدرت و بیزنس وومن هستن، واقعا چرا که نه، اینجا میتونن خودشون نشون بدن. ولی اگر واقعا هیچ تخصصی ندارین اینجا خبری نیست. یعنی قرار نیست کسی کار بده، مخصوصا برای ایرانی ها واقعا کار نیست. چه پسر چه دخترم نداره، جفتش یکی. بگردن دنبال تخصص خوب پیدا بکنن، شروع بکنن آموزش ببینن، بعد بلندشن بیان. چرا که نه، دبی یکی از بهترین جاست. یکی از چیزایی که دخترای جوان خیلی دنبالشن، دنبال شوهر اماراتی ان. نیست، فایده نداره متاسفانه. حتی پاسپورت هم منجر نمیشه، خیلی دنبالش هستن و اصلا پیدا نمیشه. یعنی معدود آدمای نسبت به حالا بحث پولداراشون، چون اکثرا میدونیم مثلا میان میگن چی میگن، ما میریم اونجا یه شوهر پولدار اماراتی میکنیم زندگیمون عوض میشه. میخوام بگم که اصلا مدل اینجا این شکلی نیست. اگر میتونن چند همسری رو تحمل بکنن، نمیدونم دنبال پاسپورت هم، نه این خبرا نیست. بعد از 5 سال ازدواج در صورت آوردن چند تا بچه شاید یک پاسپورت بدن که اونم بعیده برای خانم ها. ببین اینو من نمیدونستم. بیا پس راه حل داره. راه حل داره شاید، تازه اون هم اگر همه چی اوکی باشه 50-50 است که حتما بچه دار باید بشن، چند تا بچه بیارن، نمیدونم اینجوری اگر میتونن تحمل بکنن. ولی اون هم عمر جوونیشون میره دیگه، مگه میشه اصلا یه هم چیزی. بعد آخه یه چیزی هم هست، من به هر قیمتی علاقه ندارم که حالا برسم به چه آرامشی، به هر قیمتی. آخه درصد نسبت پولداراشون هم به بی پولاشون هم همچین میدونی مثل ایرانه. یعنی تعداد زیادی نداریم که پول دارن و بتونیم مثلا تو چه میدونم زندگی تغییر بکنه باهاش. 3 تا 7% کل جمعیت اماراتی ان، الباقی مهاجرن. یعنی شما فکر نکنید اینجا الان پر اماراتیه، نه اصلا شما ببینی هم واقعا اماراتی خیلی کم میتونی ببینید. نیستن، خودشون هم درگیر کمبود جمعیت هستن. دارن تبلیغ میکنن که بچه‌دار بشن. خود جوانان اماراتی با اینکه همه چیشون فری، همه چیشون رایگان هست اونجا، ولی علاقه به ازدواج ندارن. دولت داره هر کاری میکنه که این اتفاق بیفته ولی نمیکنه. اینجا خبری نیست. واقعا تو این حوزه من اصلا پیشنهاد نمیکنم برای دخترای ایرانی. خیلی درست گفتی. وای چقدر جالب شدش. آخر پادکستمون دیگه داره جنجالی داره میره. چه واکنشی باشه دیگه توی کامنت ها همش مشخص میشه. فوق العاده بود بابا، دمت گرم. یعنی شوبر من حالا درسته که یه خورده بدون چیز هماهنگی قبلی اومدیم با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم. من غافلگیر شدم. خیلی خوبه اتفاقا. به خود من قائلم به این که باید بدون هماهنگی باشه، چون الان کلمه‌هایی که ما داریم با هم دیگه الان داریم عنوان می‌کنیم و این جملاتی که میگیم، ببین انقدر خود واقعیته تا اینکه از قبل بخوای فکر بکنی نه اینا رو من نگم اینا رو بگم. بابا به خدا اصلا همینه. جریان یه پادکست درست به نظر من همین فی‌البدایه بودنش و همینجوری رفتن. کلا جذابیت وقتی اینجوری باشه بدون فیلتر باید باشه. هر چی میخواد حرف بزنه بدون فیلتر. من علاقه ندارم، یا حرفی نمیزنم، یا اگر میزنم کل واقعیت رو باید گفت. نمیشه تیکه تیکش کرد، تحریف میشه همه چی. آره واقعا. بعد ما یه دوستی داشتیم که خیلی جالب بود، حالا آخر پادکست هم ازش اینو بگیم و جمع و جورش بکنیم. میگفتش که هر کسی از زاویه دید خودش داره صحبت میکنه. میگفت اونی که اومده توی امارات شکست خورده، تو ازش بپرسی امارات یا دبی چجوری بود، میگه آقا بری اونجا پولت از دست میدی شکست میخوری. دقیقاً. اونی که موفق شده میگه ازش بپرسی، میگه آقا بری اونجا اصلا موفق میشی، از زمین بلند میشی میره. و چه بهتر که آدما، چون ببین هممون یه تخصصا و تجربه‌های مختلفی داریم، آدما از کسایی بپرسن که اتفاقا موفق شدن. چرا؟ همین باعث میشه یه پوشی بشه، یه هولی بهت داده بشه که اصلا یهو میبینی توی امارات واقعا موفقیت چیز عجیب غریبی نیستش. اینجا اتفاقا میتونی روش حساب باز بکنی. میدونی چی میگم؟ ولی توی ایران تو هر چقدر پول در بیاری، بازم دارم میگم تو پادکست‌های قبلی هم گفتم، مملکتمون قلبمون براش میتپه، ولی لامصب به لحاظ اقتصاد نمیتونی حساب باز بکنی روش. یعنی الان من یه خوبیه که امارات داره، من میتونم برای 10 سال آیندهم الان برنامه‌ریزی بکنم، در صورتی که تو ایران واقعا نمیشد. من برای یک هفته هم نمیتونستم.
پلن بچینم سخت بود. آره یعنی هر چی تلاش می‌کردیم متاسفانه به جایی نمی‌رسید. صبر کردیم گفتیم خوب میشه دیدیم عمرمون داره میگذره. آره واقعا. صحبت پایانی؟ هیچی، خیلی عالی بود همه چی. ان شاءالله که هر کی قراره بیاد اینجا قبلش یا تخصص داشته باشه یا زبان جدی بگیره یا با پول خوبی بلند شید. آره. یکی از این موارد حتما داشته باشید. بی‌گدار به آب نزنید. نصف جوانی رو تو ایران دست دادین، اینجا بقیه‌اش خراب نکنید. خواهشاً. واقعا قبول دارم. آقا دمتون گرم که تا الان داشتید شنونده پادکست ما بودی. حالا ما پادکست های حتما تصویری هم داریم که با شوبیر با هم دیگه ضبط میکنیم، پادکست های صوتی دیگه هم با هم دیگه ضبط میکنیم. این یهویی شدش این پادکسته، ولی بازم خیلی دمتون گرم. همین که ببین نکاتی الان گفته شد که حاصل تجربه صحبت کردن شاید با هزاران نفر بودش. دقیقاً. اینا باعث میشه که شما وقتی میخوای یه تصمیم بگیری توی حالا سرمایه گذاری کردن توی امارات یا حتی مهاجرت کردن به دبی، خیلی میتونه هم یا جلوتو بگیره قبل از اینکه بخوای پولتو از دست بدی، یا اینکه باعث بشه پولای بیشتری رو به دست بیاری و زمانی بیای که قشنگ تو آمادگی اینو داری. شوبر جان خیلی ممنونم ازت که وقتتو گذاشتی. دمت گرم. دم همه شما هم گرم که شنیدین تا الان. حتما آقا کانال ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید این اپیزودو و از یه سمت دیگه کامنت های مرتبط هم بذارید. تو رو خدا برا من چی میگن اسمشو، این ایموجی ها رو نذارید، کامنت مرتبط بذارید. مخلصیم. دمتون گرم. فعلا خداحافظ.